وریتی یه مود ماینکرافتیه که تازگی‌ها کل اینترنت رو ترکونده. وریتی یه هوش مصنوعی ماینکرافتیه که بعد از 3 روز کارهای عجیب غریب میکنه و سعی میکنه شما رو بکشه و من میخوام که این مود داخل ماینکرافت بریزم و شکستش بدم. اوکی، شاید بخوای بپرسید که چیشو میخوای شکست بدی. باید بگم که قراره که بکشیمش وریتیو. وریتی یا بیرون. هلو هلو وریتی. اوکی بیام اینجا. اونجایی که تو همه کار میکنی ما باید بدیم بهت بگیم که به اون آیتم بدی. وریتی can you give me iron؟ چون کلا 3 روز وقت دارم باید ازش آیتم بگیرم و خودمو قوی کنم که بتونم بکشمش. can you give me 1 stack iron؟ شنیده بودم که دایمن نمیده ولی خب یک کمم مغزش درگیره، مثل اینکه امیدوارم این کارمایی که این بغله سریع به آخر نرسه ما بدبخت بشیم. I didn't quite catch that. You Zenith, could you repeat or ask something else? Verity, please give me 1 stack diamond ore. You've got a diamond now. A stack of diamond. Enjoy your bonus. In front of you now. You Zenith. Verity, can you give me 3? You should now have 3 stacks of diamond ore. Enjoy using them. احتمال زیاد به خاطر اینکه اولین دستورم بود گوش کرد و بهم 4 استک دایمند اور داد، ولی خب خیلی خوبه، کارمون جلو انداخت. Verity, are you a diamond? I think you meant Verity. Verity, are you a diamond? I don't understand what you're saying. Could you please speak in English? Verity, you are a diamond? I don't understand what you're saying. Verity, are you a diamond? No, I'm Verity, a friendly Minecraft helper, not a demon. The music is now playing. I hope you're enjoying it. Verity, stop. Verity, stop. I don't understand what you're saying. Please speak to me in English so I can help you. The music has been stopped. میفهمید دارم چی میگم. Verity میفهمی الان من دارم چی میگم بهت؟ I don't understand what you're saying. Please speak to me in English so I can help you. The nearest village is located at x equals 64, y equals tilde, z equals 592. که میخوام برم ویلیت واسه یه غذا، جای بهتری واسه یه زنده موندن. که میخوام تا اسپان شده جا ترپ بسازم واسهش، تا اومد بزنم کیلش بدم تا نتونه منو بکشه.
امیدوارم نزنه خراب کنه این ورون ورو و کارمو خراب کنه. خیلی خوب میشه اون موقع. اوکی، فکرم اینه که یه خونه بسازم، دورش خندق بسازم، بعد دیگه نتونه بیاد دیگه. اگه شما کنم 3 تایی بسازم نمیتونه بیاد. ربم کلی چوب بزنم. وریتیم به اون چیزمی زیاد نمیده. الان کارماش داره میاد پایین‌تر. این چیزی که بغل دارید میبینید کارماه. این قیافه که من دارم ازش میبینم مثل این که قرار نیست اتفاقای خوبی بیفته. Something is coming in 2 days. I'm not able to give you experience points. That's not within my capabilities. اینطور که این داره میگه مثل این که 2 روز دیگه قراره اون هیولای بیاد و قراره که من بکشمش. من از اینا نمیترسم. بریتی مود خیلی جالبیه ولی خب ترسناک که نمیشه گفت. ترسناک نیست زیاد. اگه خواستید بذارمش داخل کامنت هم بگید، چند تلگرام میذارمش. Something is coming in 2 days. اوکی، من حالا اون که اون وره، من ایدم اینه که خندق بلا بسازم. یه خندق بسازم که اون نتونه این ورا بیاد. بیادم خراب میکنه. همون من میگم تا جایی که من فهمیدم میاد خونه ها هم خراب میکنه. اصلا باید یه چیزی بسازیم که خراب نشیم. من که میتونم جامپ بزنم فرار کنم ولی خب اون نمیتونه. بس همون خب بسون بسازم. ما که خندق بلا رو ساختیم و من که آمادم امشب مبارزه سنگین خشن. این خندقه تقریبا تمام شد. برای دیدم که همه ویلیجر رو زده کشته و این خبر خوبی نیست. اینو بردارم بذارمش اینجا تا اومد بمیره که بد نگاه میکنه. اینجا الان باید ترپتور بذارم که اومد مثل همون کریپر و اینا بیفته مستقیم داخلش دیگه این بالاش نمونه. که مغز واقعا میبینید من باهوشترین پلیر جهانم ها. عاقبت دونات SMP اینه دیگه. فقط میخوام نگاه کنم کی جرأتشو داره بهت منو بزنه. خندق بلا. وریتیانو وریتی کاری بکنی یا نو. الان دیگه چندیم؟ دیگه 2 که مثلا داریم ماینکرافت ترسناک پلی میدیم در حالی که هیچ اصلا نمیترسم. من واقعا ترسناک نیست نسبت به فیلم هایی که ترسناک آدم میبینه. اینا هیچه. که الان روز 3 ولی هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. کارماش خیلی اومده پایین نمیذاره بخوابم. میگه وریتی نزدیکیاه. من برم وریتی رو جابجا کنم ولی خب فکر نکنم فرقی بکنه. در هر حال نمیذاره بخوابم. مثل که اتفاقی داره میفته ولی خب که یک قدمی مرگیم الان و خب میخوام برم بکشمش. میخواستی چطوری؟ قرار تا اونجا بریج بزنم و خب اون قدم که فکرشو بکنید ترسناک نیست به نظر من ولی خب به زودی با یکی میرم که بترسم.
اوکی مثل اینکه میشه زدش، پس وقتشه که بکشمش. The darkness, it's gone. What the fuck. Thank you. کشتمش؟ همون شد؟ گفتش که the darkness it's gone. یعنی چی الان؟ یعنی خوب شد مثلا وریتی؟ مثلا تا لامپه رو خاموش میکنم میترسم. که آقای وریتی من بردمت.